یادگار برادر بزرگین به ملازمت درگاه خیش برگزید و در حقش اعزازی تمام روا داشت. برادر میانین به آستان شاه تشرف حاصل کرد و به برکت انفاس طیبه شاه به فتوحات رسید و بر مغیباتی آگه شد و مراتبی معنوی احراز کرد. اما اندک عجب و استغنایی در دل او سر برآورد و خارخلنده کبر و غرور در قلبش خلیدن گرفت. او با خود همی گفت مگر من چه از شاه کم دارم که عنان اختیار بدو سپارم؟ هم برنا و رعنا هستم و هم شیرین گفتار و زیبا رخسار و هم دارای حسب و نسبی بالا. شاه روشنبین باطن او را خواند و بر سر ضمیرش آگاه شد و از حالت عجب و استغنای او اندوه و زجرتی سخت بر او دست یافت. زان پس احوال معنوی برادر میانین رو به کاستی و افول بنهاد و قبضی سخت در او عارض شد که سبب آن هیچ ندانست. از آن طرف نیز انکسار قلبی شاه سبب شد که تیری از ترکش خانه غیب بر کمان قضا نهاده شود و بر مقتل او نشیند و جانش ستاند. اما برادر کوچکین در طریق یافتن صاحب تندیسته همچون دو برادر دیگر نکوشید و نجوشید.